سلام، ما امروز میخوایم چت جی پی تی رو با هم نصب کنیم. اول اینکه من یه چیزی رو بهتون بگم. گروک به نظر من بهترین هوش مصنوعیه و انتخاب من گروکه، ولی چت جی پی تی رو براتون انتخاب میکنم، چون اگه گروک رو حذف کنم بعضی توضیحاتی که بهم داده حذف میشه، نمیخوام اون توضیحات حذف. و برای هوش مصنوعی خارجی مثل دیپسیک که میبینید شکل یه نهنگه و چت جی پی تی و گلوک آلارم میده که میگه این مورد در کشور شما وصل نمیشه، یا یه دفعه از برنامه خارج میشه و وارد گوگل پلی میشه و میگه اینو وصل کنید که تو کشور شما مورد تاییده و اونا نسخه اصلیش نیست. این چت جی پی تی نسخه اصلیه که من گرفتم. من چون از قبل داشتم حذفش میکنم برش و نصبش میکنم براتون. حتما داخل مایکت برید و نصبش کنید. داخل مایکت چت جی پی تی رو که بزنید وارد میشه. اینجا چت جی پی تی نصبش میکنید، منتظر میمونید تا نصب. به نظر من برای که واردشی این حتما از وی پی ان های جام و کی وی پی ان استفاده کنید، ولی به نظر من جام بهتره، مخصوصا روی نسخه ویرگینایش که الان وقتی نصب شد ما یه سری روش باید بریم که این فرض کنه ما تو کشورمون نیستیم و داخل یه کشور دیگه. الان نصب شد، الان یه چند ثانیه صبر میدیم. الان وصل شد کامل. بعد به ما اینجا میاد گوشی من اینجوره یه کوچولو ویروسیابی و بررسی برنامه تقلبی سایر خطرات، اونه که اینجا معمولا رد میکنه و مشکلی میگه نداره. اینجا ما میایم چت جی پی تی، یعنی اینجا هوش اول میایم وی پی انمون روشن میکنیم. اینم نسخه ویرگینایی که بهتون گفتم توی ایالات. اینجا تو جام روشن. من یه کوچولو اینترنت هم قدیمی شده، یعنی یکم ازش استفاده و رو به اتمام یکم دیر وصل میشه، ولی اینترنتتون نو باشه زود وصل میشه. حالا ما میریم به سمت چت جی پی تی، نمیریم این تنظیمات، برنامه ها و چت جی پی تی رو پیدا میکنیم. جی پی تی اینجا داداش میبینید حذف شده، باید اینجا داده رو حتما حذف کنید. نگاه کنید یه دور وارد چت جی پی تی بشید، اینجا میرید ثبت میکنید، میاد بیرون، وارد برنامه هاتون که بشید اینجا داداش رو کامل پاک میکنید، بعد دوباره وارد چت جی پی تی میشید. اینجا که نه، ما اینجا کاری نداریم. اینجا چت جی پی تی وارد میشه. اینجا یه سری چی به شما میگه که مثلا اینجا میگه دریافت برنامه، حالا میگه بروزش کنی، کاری نداره، فقط بروز رسانی کنی. این آلارم میده، این آلارم رو بزنید در هر صورت بروز شود. یه کوچولو صبر میدیم تا وصله، زمان خیلی نمیبره، با وجود که حتی وی پی انتون روشن، ولی وی پی انتون روشن باشه موقعی بروز بهتره. الان آخره نصب تقریبا نصب شد، دوباره واردش میدیم، یعنی به منظورم این که بروز صبر میدیم اینجا باز کنه چون یکم زمان. اینجا باید انتخاب سرورتون کنید. با گوگل میخواد برید که نمیتونید باش صحبت کنید، ثبت نام میکنید، ایمیل خودمون رو وارد میکنیم. مثلا من ایمیلم هست، ایمیلتون دیگه وارد میشه خودش اتومات تقریبا. اینجا وقتی وارد شدید دیگه من برای اینکه مطمئن شین یه سلام بهش میدم. اینجا مثلا میتونید شما بهش بهتر کنید. سلام، خوش اومدین. چطور میتونم کمکت کنم؟ بعد میتونید باهاش صحبت هم کنید روی این قسمت که بزن. Hey, it's great to meet you. How's your day going?
I'm really looking forward to working on some cool stuff together. صداهای Hey مختلف there. داره. I've got a really great و feeling این about us شما teaming هر up. کدوم که راحت How can I باشید. jump in and help? من فعلا انتخاب نمی کنم. خداحافظ تا ویدیوهای بعدی.